بعدی پارسان هستیم، انشاءالله افاضه بفرمایند رو در خدمتشون هستیم تا عزیز دلمون سلام آورده بشن. سربرای سلامات بلند میخواد بفرمایید. بسیار مفتخر هستیم که امروز میزبان شماییم، به همراهی شما یک قدم ارزنده از پیشرفت‌های صنعتی کشور رو انشاءالله با هم رقم بزنیم. خط تولیدی که امروز انشاءالله شما راه اندازی خواهید کرد به نوعی متعلق به شرکت تولید اتوبوس برقی پارسان با اختصار تجاری شتاب است. شرکت شتاب سال 1399 تأسیس شده با مأموریت تولید خودروهای تجاری برقی. این شرکت یک اشتراک استراتژیک است بین گروه مبنا و مجموعه تولیدی صنعتی مقابلش. برای جمهوری اسلامی.